سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یک ویدیو جدید. تو این قسمت میخوایم ادامه مبحث DLSS رو بهش بپردازیم و جزئیات بیشتری راجع به این تکنولوژی با هم صحبت کنیم. تو قسمت قبل به صورت کلی ما پرداختیم به نحوه کارکرد DLSS، ولی تو این قسمت ما میخوایم به جزئیات مدل DLSS بپردازیم، علل خصوص بحث شبکه عصبی کانالوشن و CNN. چرا که اصل قضیه و مبحث مدل DLSS مبتنی بر CNN هستش که لازمه که بهش بپردازیم. خب به طور کلی ما تو این بخش میخوایم 5 مورد رو با هم بررسی بکنیم و بخش‌های مختلف این CNN رو به شما توضیح بدم و در آخر معماری ترانسفورمر رو یه مثالی بهتون میزنم. همونطور که میدونید در قسمت قبل در مورد معماری ترانسفورمر یه توضیح کوچیکی دادیم که گفتیم که معماری نسخه جدید DLSS از ترانسفورمر استفاده میکنه، یعنی از نسل 4 به بعد، و حتما لازمه که در مورد ترانسفورمر هم صحبت بشه. بدون فوت وقت میریم که ادامه‌شو داشته باشیم. خب شبکه عصبی کانالوشن یک مدل یادگیری عمیقه که برای پردازش تصویر مورد استفاده قرار میگیره. در اصل کارهایی که میتونید با شبکه عصبی کانالوشن انجام بدید تشخیص اشعه، خودران، تحلیل الگو و تشخیص پزشکی هستش که بیشترین کاربردهایی ازش میره همیناست. یعنی از CNN بیشتر تو این حوزه استفاده میکنن. CNN ساختار سلسله مراتبی داره، یعنی به چه صورت؟ به این صورت که آقا مثلا مرحله به مرحله بخش‌های مختلفش رو اجرا میکنه، لایه‌های خاصی داره و هر کدوم از این لایه‌ها یک کار خاصی انجام میدن. اولیش استخراج ویژگی هاست، بعدش لایه فعالسازی هستش و لایه پولینگ و لایه آخر فولی کانکتد. لایه کانالوشن لایه استخراج ویژگی است، یعنی میاد و بررسی میکنه یک تصویر چه ویژگی هایی داره. لایه فعالساز، این لایه فعالساز خودمون یک تابع هستش که این تابع به مدل هوش مصنوعی این امکان رو میده که کی فعال بشه. به چه منظور؟ یعنی اینکه شما یک لایه فعالساز وقتی که دارید، کلید روشن خاموش اون مدل است. تا زمانی که اون لایه تایید نشه که این عمل انجام بشه، مدل هوش مصنوعی کار نخواهد کرد. به طور مثال ما فرض میگیریم که یک شرطی درون کد داریم که میگه آقا مثلا اگر یک حلقه‌ای مثلا 10 بار گذاشت، عدد اولیش مثلا شد 20، دیگه اون حلقه رو ادامه نده. در حلقه رشد عدد، اگه یه چیز خیلی ساده ایه، این عدد 20 اون تابع فعالساز هست. من ساده ترین حالت ممکن براتون توضیح دادم. بحث بعدی لایه پولینگ هستش. توی لایه پولینگ مدل CNN میاد و تصویر رو میشکنه و رزولوشن اون تصویر رو کاهش میده. لایه فولی کانکتد هم که یک نتیجه گیری کامل ازش میکنه. خب لایه های اول لایه CNN، لایه کانالوشن و فیلتراش. خب همونطور که در تصویر سمت راست میبینید، ما الان یک تصویری داشته باشیم که اینجا قرار داده شده باشه، هر کدوم از اینا خصوصیت های خاص اون تصویر رو استخراج میکنه و مدل یاد میگیره که نتیجه میگیره و محاسباتش رو انجام میده و جواب رو میذاره داخل اونجا. کوچکترین فیلتر شکستن تصویر 3x3، یعنی 3 بلوک در 3 بلوک تصویر رو میشکنه، یک تصویر پیکسلی رو میشکنه و اطلاعاتش رو استخراج میکنه که این 3 بلوکی که میشکنه توی لایه اصلی فیلترها فقط لبه ها و بافت ها و رنگ ها رو استخراج میکنه. اسم این فیلتر هم اسمش سابله که لبه های افقی و یا عمودی یک تصویر رو تشخیص میده. مرحله بعد لایه فعالساز رو هم که بهتون گفتم، یکی از لایه های فعالساز خیلی مهم رلو هستش، یک تابع فعالساز. این تابع فعالساز میاد مقادیر منفی رو به 0 تبدیل میکنه. این عمل به شبکه اجازه میده که تا الگوهای غیر خطی یاد بگیره، پیچیدگی مدل رو افزایش بده. در اصل این منظور این چیه؟ اگه شما یک نموداری رو در نظر بگیرید که از مثبت 1 تا -1 داره، لایه فعالساز رلو میاد -1 رو حذف میکنه و تبدیلش میکنه به 0. این
چی کار میکنه؟ این به مدل اجازه میده که توی عمق بیشتری رو پردازش بکنه، عمق بیشتری از داده ها رو بررسی کنه، تعداد داده های بیشتری پردازش بکنه و در نتیجه عمق تعداد بررسی هاش هم بیشتر میشه. لایه پولینگ همونطور که توضیح دادم برای این بوده که تصاویر کوچیک‌تر میکنه و جزئیات بیشتری استخراج میکنه و در این حال موارد غیر ضروری هم حذف میکنه. در از این لایه پولینگ تو DLSS باید یه خورده تغییرات انجام بده که چون ما تمرکزمون روی اینه که شی از کجا به کجا تغییر پیدا میکنه، که این رو ما مثلا با LSTM جایگزین میکنیم، یعنی یک LSTM، یک مدل LSTM میایم اضافه میکنیم که وظیفش این باشه که بیاد و داده های قبلی رو به خاطر بسپاره. لایه فولی کانکتد که در انتهای شبکه ویژگی های استخراج رو دریافت کرده و ترکیب ما تصمیم نهایی رو میگیره. و خب مثلا این برای مثلا من یک کلاس بندی انجام میده که یک تصویری رو بررسی میکنه که بفهمه آقا این گربه است یا سگه. معماریش هم به این شکله. یک مدل CNN اولیه است با لایه های کانوشنال که همون لایه های اصلیه که استخراج تصویره، بعد پولینگ لیر تقسیم بندی یا کم کردن سایز، اکتیویژن فانکشن هم که لایه فعالسازه، بحث بچ نورمالایزیشن، تصویر پرش تصویر یا مثلا چیز عجیب غریب که تو تصویر داره رو حذف میکنه. دراپات معمولا توی این لایه استفاده نمیشه و آخرش فولی کانکتد لایره. برای بحث ایمیج یعنی چیزی که توی خود مدل های DLSS استفاده میشه، بحث ایمیج کلاسیفیکیشنه. ایمیج کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی تصویر وظیفش اینه که تصویری که بررسی میکنه رو طبقه بندی کنه، نوعش چیه، شکلش چیه، کجا رو باید جدا کنه، جدا کردنش هستش. که مهمترین مدلایی که مبتنی بر CNN طراحی شدن برای اینا الکس نت، VGG و گوگل نت، رس نت و سی نت موبایل نته. همه اینا رو اشاره نمی کنم، ولی VGG برای DLSS استفاده شده. VGG چیزی که میتونم بهتون بگم بحث لایه چیزش، لایه کانالوشنش، یعنی لایه اولیش 32 تا لایه است، یک لایه خیلی پیچیده داره و تابع فعالسازش هم ریلو نیستش. تابع فعالسازش آدام قابلیت اینو داره که منفی یک و مثبت یک استخراج بکنه، مثل ریلو نیستش که تبدیل به صفرش کنه. و بحث آبجکت دیتکشن هم که معلومه دیگه، تشخیص اشیا. بحث اصلی ترکیب این با مدل DLSS و که اون کجا استفاده میشه. خب الان مثلا اینجا تکامل معماری مختلف رو میبینید که مثلا لینت 1998 داره شده، الکس نت 2012، رس نت 2015 که از همشون جدیدتر VGG نته که فکر کنم برای 2017 به بعده. VGG نت الان جزئیات VGG نت با استفاده از فیلتر 3% به صورت متوالی عمق شبکه رو افزایش میده و تونست ویژگی پیچیده تری رو استخراج کنه. یعنی فرقش اینه دقیقا، یعنی این لایه اولیه رو که استخراج میکنه هی کوچیکش میکنه با لایه کانالشن که لیره اما برای تشخیصشه. وقتی که این رو هی در 3 کوچیکش میکنه، هی قالب رو کمتر میکنه، اطلاعات بیشتری از یک تصویر استخراج میکنه. ببینید الان مثلا لایه اولیه کل عکس گربه است، نه ببخشید سگه. این سگه بعدش روی صورتش کفر کرده، یکم از بدنش معلومه و در آخرین لایه روی کامل روی تشخیص چهره کفر کرده. کاربردش تشخیص سبک هنری، تشخیص چهره، تحلیل تصاویر پزشکی. توی DLSS ما از تشخیص سبک هنری استفاده میکنیم برای این کار. خب بحث نوآوری‌های DLSS که چجوری تو CNN استفاده شد، اما حالا از ترانسفورمر استفاده میکنه. ترانسفورمر خیلی قوی تر از CNN به خاطر اینکه قابلیت اینو داره که بست دادن رو داره. همونطور که تو ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم میتونه پیکسل‌های مختلف رو بررسی کنه، از نظر معنایی به هم بستشون بده. توی CNN تصویر اولیه رو میاره با لایه CNN میسازه برعکس، یعنی مثلا 33 تا لایه داریم، از کل به جز میره، این از جز به کل میره، یعنی از جزئیات شروع میکنه به افزایش کیفیت تا به کلیت اون تصویر میرسه.
مموری ترانسفورمر یه توضیح بهتون میدم که از سلف اتنشن استفاده میکنه توی DLSS و توانایی بازسازی جزئیات بیشتری مانند نگاه کابل ها و پرده ها فنها رو داره. مشکل گاستینگ رو از بین میبره، یعنی مثلا اون فلیکره که به وجود میاد. مثلا اگه دیده باشید توی ویدیو قبل من در مورد سایه ها صحبت کردم که سایه ها به مشکل میخورن و هی رو هم میافتن. این بحث همون گاستینگه، اون قابلیت از بین میبره و پارامتراش هم نسبت به CNN 2 برابر هستش. مزایاش استفاده از AR و VR، مزایای کلیدی بهبود چشمگیری، کیفیت تصویری، افزایش نرخ فریم و کاهش نرخ تأخیر. نرخ تأخیر تو CNN خیلی بالاست به خاطر اینکه نیاز دارن حجم زیادی از رم GPU رو اشغال کنن و اگه دقت بکنید مثلا مقایسه رو نگاه کنید DLSS نسل 4 و DLSS نسل 3 ها میبینید که رم بیشتری رو توی نسل 3 استفاده میکنه یا نسل 2. افزایش کارایی تو تمام کارت گرافیک. البته خب متاسفانه انویدیا این قابلیت زیبا رو فقط روی کارت گرافیکی نسل 5 قرار داده و متاسفانه امکان استفاده از این تکنولوژی توی نسل 2، 3 و 4 نیست. البته اینو یادتون باشه که من این تکنیک رو دور زدم و اگه بخواید یه ویدیو جدید میسازم که چطور میشه این کار کرد. قربون دستتون، خدا نگهدار.